باید الهیده همین را قید کنیم که سال تا سال رسوله ما با مستقلی غله خود صاحب شده می آید و در این سمت زحمتی غله کارای نوحه ما را نیز به حساب نگرفتن از روی انصاف نمی بود. اگر سالهای اول استقلالیت کشاورزان ما فقط کارتوشک و جواری مکه پرورش کرده باشند، امروز در غله کاری نیز می توانند به صفحه پیشدوانگری کنند. باعث الهیده قید و اعتراف است که سال تا سال در نوحه ما نشان دهنده حاصلداری از هر گکتاری گندم بسیار بالا می رود. ماه سپتامبر اکتبر مدتی بسیار مقبولی کشتی غله‌دانه به حساب می رود و چون پدر و بابایان ما تاکید کردند اگر دهقان از گندم حاصلی بلند گرفتن خواهد باید گندم را آغاز فصل تیر ماه کشت کند. در حدود خواجگی شرکتی آزاد واقع در جماعه شهروندان محله غزنا و مشورت وکیلان ساحه خواجگی کشلاق برگزار گردید و با این مشورت رسما در ناحیه ما کشت غله‌دانه آغاز یافت. حاکم ناحیه سید بهرام سید مصایف در تدبیر اشتراک کرده آوری دستاوردهای کشاورزان ناحیه سخن کرد و قید نمود که باید در پرورش گندم هر یک وکیل ساحه به طلبات‌های اگروتکنیکی حتما رعایت کند، چون که اگر دهقان طلبات و ترتیب کشت غله را داند میتواند نقشه خود را نیز بر زیاد اجرا سازد. البته پرورش غله از کس مهنتی حلال talab میکند. Bu don ekish seminarini o'tkazishdan asosiy maqsad mana shu yerda, mana shu yer maydonida barcha kerakli bo'lgan agrotexnik tadbirlarni o'tkazib, shirkat xo'jaliklari vakillari, fermer xo'jaliklari rahbarlariga ko'rsatib, xuddi shunday agrotexnik tadbirlarni o'zlarining yer maydonida tatbiq qilishni tushuntirib o'tdik. موافق معلومات جانشین حاکم ناحیه دایر به کارهای خواجگی قشلاق مسلمبک مولانبکوف امسال کشاورزان ما به میدان 700 هکتار دانه زرین کشت میکنند. تجربه سالهای پیشین تقاضا میکند که امسال نیز باید در پرورش غله مهنتی صدقدلانه کرد، چون که از پی حرکت باثمر اجراکاران ما دستاوردهای دلخواه را به دست میآورند. برای مثال اجراکار خواجگی شرکتی آزاد همدم جان یلداشف سر حاصل بلند گرفتن از غله را میداند. من مونده همجا یک 25 سال زمان مهیات خدا خواهد همون حاصل نقض گرفته به خودم هم به دولتم همه و حاصل نقض میرسونه تا نیت کردیم. نقشه چقدر کنند؟ نقشه من پیرور همجا گندم چوسیم 25 سال بعد خودم برغز دولت سپردگم 750 کیلو صاف درآمد علما موند. یک سال درآمدم و یک سال ورد خودم رسید. حرکت کنم میشه. 25 سال من 750 کیلو موند. این حساب میشه که 15 جول ورد. میگن یک اویلوا بیمارو یک سال میرسه. همین طریق در ناحیه‌مان کشت گندم آغاز یافت و برای این جریان مهم کشاورزی تمام امکانیت‌ها سفر بر کرده شدند. یعنی امروز تکنیک‌های زمانوی مشکلی کشاورزان ما را آسان کرده ایستادند. ما در رواج و رونق کاری پرمسئولیت کشاورزان ناحیه آمده برار خواهانیم.